سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 5 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار کنیم و نکاتش رو یاد بگیریم. این قطعه اسمش هست تصنیف دشتی، اثر استاد پرویز ایرانپور هست. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه عدد میزان 6 8، پس شمارشمون براش به صورت 1 2 3 4 5 6 میشه و اون الگوهایی که توش داریم الگوهای خیلی رایجیه که تو متر 6 8 داریم و توی قطعه قبلی زیاد دیدیم و کار کردیم. اگر که مشکل دارید هنوز توی اجرای این فیگورهای ریتمیک، حتما برگردید و قطعه‌های کتاب شیوه سنتور نوازی رو اول کار بکنید و بعد بیاید سراغ کتاب گلنار. خب شروع می‌کنیم، با هم دیگه میریم جلو. اگر نکته‌ای باشه توی قطعه با هم دیگه بررسی می‌کنیم. نوتامون توی دو میزان اول، یا بهتره که کل خط رو بخونیم. کل خط اول هست سل، دو سل سل فا، سل فا می ره دو، فا می فا می فا می ره دو ره. براتون اجراش میکنم روی ساز. سل دو سل سل فا، سل فا می ره دو، فا می فا می فا می ره دو ره. یه بار دیگه میریم با شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. اون فایل نوحش دقت بکنید که میزان آخر باید خرک نهم سیمای سفید اجرا بشه. خب میریم سراغ خط دوم. سل میره میره می فا میره دو سی دو سی دو ره ره دو سی لا سی. اجراش میکنیم. سل میره میره می فا میره دو سی دو ره ره دو سی لا سی. شمارشش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. و خط آخر فای زر. دقت کنید اینجا فای زر، اینجا معمولا مرجع اشتباه میکنن و چون قبلی ها همه سل بوده فکر میکنن اینا باید رو سل بخوره. این آخری رو باید رو فا بزنید. فا لا سی دو سی دو سی لا سل لا سی لا سی لا سی لا سل فا سل. فا لا سی دو سی دو سی لا سل لا سی لا سی لا سی لا سل فا سل. به این نکته توجه کنید، جاهایی که خط اتصال داریم بین ریز و نوت بعدیش، مثلا توی خط اول بین فا و می و توی خط آخر بین سی و لا، سعی کنید اون نوت دوم رو که باید با دست راست بزنیم یه اشاره کنید، آروم بزنید. خط آخر یعنی مثلا این ریز سی و لا بشه، نزنیم. این نوت آخر نباید توی قوی بخوره، یه اشاره است. خط آخر با شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. بذار از اول تا آخر براتون میزنمش، با مترونوم اجراش میکنیم که با مترونوم اجرا کردنش رو هم یاد بگیرید. مترونوم باید تنظیم کنیم رو سرعت 66 و 2 ضربی. با هر ضرب مترونوم 3 تا شماره میشماریم. 1 2 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این یه راه بسیار بسیار ساده است برای شما که من رو حمایت کنید و من انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. ممنون از شما.